سلامونه دوستانو، زه سیام په سال لایم. دغه کور چې ګورئ د قصر په شکل زموږ یو ملګری نورالله سکندري نومیږي. دا کور یې دلته رانیولی اخیستی دی او نن د قرآن عظیم الشان ختم درلود. نو اکثره دوستان راغلي ورته مختلفو ځایونو څخه. ماحول ډېر ښه ماحول دی. زه غواړم چې دننه لاړ سم د دوستانو سره وګورم هغه افغانان چې تازه امریکې ته راغلي او غواړي چې ځان د کور واخلي. په دغه شرایطو باندې وغږیږو او نور موارد دي چې زه غواړم تاسو سره دا معلومات شریکم. دغلته راځو ګورو چې دلته پشته دي دوستان. همدغلته نورالله خان هم روان دی. سلام علیکم سکندر صاحب، څنګه جوړ بخیر انشاءالله؟ خوب است، جوړ است. تبریک باش سکندر صاحب چې ماشاءالله خانه گرفتی. زنده باشید، زنده باشید. چقدر وقت میشه که خریدین؟ تقریبا حدود 1.5 ماه خواهد شد. 1.5 بیخی تازه تقریبا 1.5 ماه. چی احساس داری؟ والا طبیعی است آدم که یک سقف از خود به نام خود زیر سر خود داشته باشه و همراه اولاد زندگی میکنه. احساس آرامش است، احساس خوشی است که آدم در خانه خود در زیر سقف خود فارغ از دغدغه‌های صاحب خانه زندگی میکنه. واقعا جای خوشی است. این چند منزل است؟ چند اتاق داره؟ چه قسم است؟ 2 منزل است. سیام صاحب خان منزل اول اتاق نشیمنش است، مهمانخانه‌اش است، آشپزخانه است. منزل بالا اتاق‌های خواب است. تقریبا 3.5 دانه تشناب داره. مکمل تمام سیستم پیچیدگی است، نو شده. سیستم بسیار جدید است و این خانه خودش هم در سال 2000 ساخته شده. 2000 خود تازه. یک خانه بسیار نو و یک سیلینگ بسیار بالا. بله. الحمدلله خدا را سپاسگزار هستیم که این خانه را گرفتیم و فعلا تشکر. خوش باشین سکندری صاحب. کسایی که آمدن افغانای ما 1-3 سال میشن، 4 سال میشن، چی پیشنهاد دارین؟ شما تجربه کردین، بازی خانه را گرفتین، در کدام موقعیت بگیرین، چه قسم چی مشوره دارین؟ والا سیام صاحب ما سال 2016 که این مملکت آمدم، تقریبا حدود 6 سال دور از فامیل زندگی کردیم و در طول این 6 سال همیشه فکر میکردم چطور بتونم که یک روز مالک خانه شوم تا اولادایم زیر سقف خود زندگی بکنن فارغ از دغدغه‌های صاحب خانه و حالا که پرده نزن و پرده بزن و میخ نزن. بالاخره الحمدلله ما تانستم این خانه را بخرم. اما یک تجربه شخصی است که میخوایم با شما شریک بسازم. بسیاری دوستا در اطراف شیکاگو خانه کرا گرفتن یا گرو گرفتن اونجا زندگی میکنن. اما ما تقریبا 30 مایل از شیکاگو به طرف نورت شیکاگو آمدیم، به طرف شمال. یک شهر است به نام شهر گریزلیک است که از نگاه شهری بودنش واقعا یک شهر آرام، یک شهر امن و مکاتبش به حساب درجه بندی که در امریکا هست 8/10 هست. مکتباش هم لیسیش و هم متوسطش. و خوبترین گپی است که خود کالجی که در این کانتی هست یا در لیک کانتی هست یکی از 3 بزرگترین کالج‌های است که در سطح ایلینوی است و تمام بخش‌های خود در اینجا داره. بخصوص طبقه که ما مهاجر هستیم که می‌خوایم مسئله مستری خانه